از اونجایی که دویدن و ماراتون این روزا خیلی مد شده و ما نیمه ماراتون، یک سوم ماراتون، یک چهارم ماراتون و تقریبا ماراتون تقسیم بر هر عدد طبیعی داریم، این سوال پیش میاد که چه کتونی مناسب دویدنه، چی بپوشیم که آسیب نبینیم. ببینید، واقعیت اینه که علم هنوز اونقدری دقیق نتونسته بگه چه کتونی برای پیشگیری از چه مدل آسیبی مناسب تره. ولی خب یه سری تحقیقات و یه سری اصول بیومکانیکی به درد بخور داریم که میتونه کمکتون کنه کتونی مناسبتون رو بهتر انتخاب کنید. یه پارامتری تو کتونی هست به اسم هیل تو تو دراپ. یعنی چی؟ یعنی میزان افت پاشنه به نسبت پنجه کفش چه اندازه است. حالا این پارامتر هیل تو تو دراپ به چه دردی میخوره؟ تحقیقات نشون میدن کتونیایی که افت پاشنه به پنجهشون بیشتره باعث میشن فشار و بار بیشتری روی مفصل زانو بیاد و در واقع جوری مفصل زانو رو پرکارتر میکنه. پس برای کسایی که دردای کشککی رانی یا کلا دردای زانو دارن، توصیه میشه کتونیایی استفاده کنن که افت پاشنه به پنجهشون کمتر باشه. حالا برعکس، اون کتونیایی که هیل تو تو دراپ کمتری دارن، یعنی مثلا 0 زیر 5 میله، این مدل کتونیا میان مفصل مچ پا رو پرکارتر میکنن. برای افرادی که دردای ساق پا، مچ پا، کف پا دارن، بهتر از کتونیای استفاده بشه که برعکس این قضیه دیگه، یعنی هیل تو تو دراپ بیشتری دارن. به صورت کلی اگه میدونین دردی ندارید و میخواید کتونیتون رو عوض بکنید، 2 تا نکته بسیار مهم هست که باید بهش دقت بکنید. اول از همه باید با کتونی راحت باشید. اگه راحت نیستید به حرف هیچکی گوش نکنید. و نکته دوم این که سعی کنید تا حد امکان کتونی که انتخاب میکنید مشابه با کتونی قبلتون باشه دیگه. با اون میدویدید درد نداشتید، خب سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن.